تمام اتفاقاتی که در دنیا میفته به روابط انسانی ربط داره. به تک تک حرکات خودتون و زمیر ناخودآگاه خودتون اینسکیوریتی وجود داره که میدونین که چه خبره الان توی خونه. The way that we live our lives off camera bleeds out in our body language. کسایی که میخوان تو زندگیشون خیلی موفق بشن برای این 5 تا بعد زندگی کار بکنن. از این در وارد بشی تقریبا دیگه طرف حتما به حرف خودش میده. آره، برای هر کسی فکر کنه این خودش کدوم. آره سخته، مخصوص سخته من بدونم دقیقاً کی. یعنی به جای اینکه اصلا سوال بپرسی خیلی سینسیر، خیلی خالصانه، سخته، خیلی باید مواظب بود به نظرم. سلام، من یاسمین واحدی نیکو هستم. منم نبات واحدی نیکوام. ما تصمیم گرفتیم پادکست‌های انگلیسی که گوش میدیم و به این ورژن کوچیک‌ترش رو اینجا ضبط بکنیم به زبان فارسی، ولی لینک پادکست اصلی رو میذارم، اگه خواستین میتونین اونم گوش بدین. اینم دومین پادکستیه که داریم ضبط میکنیم. مهمون این دفعهمون چیز هیوز، Body Language and Behavior Expert، متخصص زبان بدن و رفتار. میگم اول من بگم که کلا برای چی مهمون رو استیون بارتلت، بازم هست برنامه استیون بارتلت دعوت کرده، گفت هدف شما در حقیقت چیه؟ چرا اصلا رفتین متخصص زبان بدن شدین؟ گفت به خاطر اینکه من فکر میکنم مهمون برنامه همین چیز هیوز گفت فکر میکنم تمام اتفاقاتی که در دنیا میفته، در طول تاریخ افتاده، به روابط انسانی ربط داره. برای خیلی مهمه که ما ببینیم مردم، انسان‌ها چرا رفتارهای هر رفتاری رو میکنن، میتونه خیلی کمک کنه. یه ذره عمیق‌ترم بهش میپردازه در واقع. و خیلی مثلا به این اشاره میکرد که توی خیلی برنامه‌ها و کتاب‌ها و همه اینا میبینیم که راجع به این صحبت میکنن که بادی لنگویج اینطوری صاف بشین، مثلا کسی که دست به سینه میشه یعنی اینکه حالت تدافعی داره، کسی که در صورتی که خیلی عمیق‌تر از این داستان‌ها و خیلی ناخودآگاه‌تر روی هم دیگه تاثیر میذاریم تا اینکه بخوایم مثلا با 2 تا حرکت هم دیگه تحت تاثیر قرار بدیم. آره، و اینکه میگفت مثلا آره خیلی چیزا الان حالا میریم ما ایسشو بررسی میکنیم، خیلی چیزا رو میشه فهمید از بادی لنگویج انسان‌ها، ولی در نهایت خیلی چیزها رو هم باید در نظر گرفت. مثلا چرا تو کدوم کانتکست، تو کدوم کالچر، تو کدوم فرهنگ طرفدار این رفتار رو میکنه. خلاصه خیلی خیلی پیچیده‌تر از این حرف هست. و گفت کسایی که میان پیش من و میخوان از من کمک بگیرن به عنوان یه متخصص بادی لنگویج، اینه که میان میگن آره یه سری از آدم‌ها هستن که موفق میشن در دنیا، که همون مهارت‌های ما رو دارن، اندازه ما اطلاعات دارن راجع به چیزهای مختلف، ولی اونا از ما موفق‌ترن و ما نمیدونیم که اونا چه مزیتی دارن در حقیقت که از ما موفق‌ترن. گفت خودشون خیلی فکر می‌کنن lack of social skillsشون بیشتر آره social skills یا skills بیشتر، یعنی میگم من مهارتم هنوز اونقدر کافی نیست. اکثریت قریب به اتفاق مواقع این نیست، یعنی طرف خیلی هم آدم ماهریه، خیلی هم اطلاعات زیادی توی اون زمینه‌ای که داره کار میکنه داره، ولی نمیتونه موفق بشه به خاطر یه فاکتورهای دیگه. بگو شروع کن ببینم اولین چیزی که برات جالب توجه بوده چی بوده. اولین چیزی که خیلی واسه من مهم بود و خیلی خودم همیشه ذهنمو درگیرش کرده بودم و الان دیدم که اینم میگه، اینه که اینکه فقط تظاهر کنیم به این که آدم با اعتماد به نفسی هستیم، یعنی فقط ویترین رو درست کنیم یه جورایی، هیچ کمکی بهمون نمیکنه برای اینکه بخوایم روی آدمای دیگه تاثیر بذاریم و موفق بشیم توی زندگیمون. و مثالی که میزد مثلا این بود که اگر که یه عالمه رخت نشسته توی خونتون دارین، اگه سینک ظرفشوییتون پر ظرف کثیفه و ظاهر رو تمیز و آراسته کردین و فکر میکنین الان سینه‌تون رو سپر کنین وارد جمعی بشین، همه فکر میکنن خیلی آدم دیسیپلین و مثلا جالبی هستین. نه، اینطوری نیست. توی تک تک حرکات خودتون و زمیر ناخودآگاه خودتون اون اینسکیوریتی وجود داره که میدونین که چه خبره الان توی خونه، توی کمد و توی سینک ظرفشوییتون، و همون تاثیر میذاره روی چیزی که هستین توی آره. اتفاقا من این نوشتم انقدر به نظرم جالب بود، میگفت the way that we live our lives off camera bleeds out in our body language. دقیقاً همه اون چیزهایی که ما پشت دوربین اینجا مثاله، یعنی دور از چشم انسان‌ها انجام میدیم در خلوت خودمون، کوچکترین تصمیماتی که میگیریم، کارهای ریزی که میکنیم، اگه قبول نداریم اون کاری که داریم میکنیم و توی اون اعتماد به نفسمون، رفتارهامون نشون داده میشه که چقدر اعتماد به نفس داریم یا نداریم. و اینکه کسایی که میخوان توی زندگیشون خیلی موفق بشن برای این 5 تا بعد زندگیشون، 5 تا اسپکت زندگیشون کار بکنن. یکیش اینه که انوایرمنتشون چجوری باشه، یعنی محیطی که توش هستن چجوری باشه، همین تمیز بودن اتاق، خونه، اینکه تختتو مرتب کنی، الان یه ذره میبینی؟ آره الان خدا خیلی این قضیه، یعنی همه آدما تا یه حدی، من اون موقع که بچه بودم، بچه‌م منظورم مثلا
نوجوان بودم و جوان بودم همه فقط به فکر رفع نیازهای اولیه بودن. مثلا که حالا این مبل دیگه، این مثلا خیلی کم کسی بودن، همیشه هستن آدمایی که اهمیت میدن، ولی الان خیلی بیشتر شده. تو نسل جدید خیلی مهم شده. توی نسل مخصوصا میلنیالز خیلی میپردازن. و دومی این که زمانش رو طرف بتونه منیج کنه، چجوری منیج میکنه دقیقاً. appearance، که ظاهرش رو چجوری آراسته است، حالا چه به هیکلش میرسه، به پوست و موش میرسه و اینا. دقیقاً. و سوشال لایفش رو بتونه منیج بکنه، فاینانشال لایف. گفت اگه این 5 تا کسی بتونه درست روش کار بکنه و منیج بکنه، دقیقاً این کلید موفقیت. کلید موفقیت به خاطر اینکه وقتی تو این نوشته بود میگفتش که we worry about these، همینایی که نبات گفت، on the back of our head. یعنی ما همیشه داریم به این 5 تا فکر میکنیم. آره دیگه، به خاطر چی؟ به خاطر که تو وقتی میدونی environmentت به قول تو درست حسابیه، ظاهرت تا اون حدی که میشه بهش رسیدی، سوشال لایف، زندگی اجتماعی خوبی داری، زندگی وضع مالی خوبی داری، خیلی ناخودآگاه آدم با اعتماد به نفس میشه. میگم بیشتر این کتابایی که به ما کمک میکنن که اعتماد به نفس بگیریم، آدم‌هایی که میان صحبت میکنن مثلا میگن صاف وایسا، بلند صحبت کن، نمیدونم دست تو این شکلی کن، در صورتی که میگفت ما در حقیقت داریم اشتباه میکنیم، رویه اشتباهی رو میدیم. چون کسی که اینا رو بتونه، این 5 تا در حقیقت اسپکت زندگیشو بتونه درست منیج بکنه، ناخودآگاه بلند حرف میزنه، ناخودآگاه هم گفت بیشتر همه دنبال سیمپتوم های دقیقاً کامفتبل بودن و با اعتماد به نفس بودن هستن، در صورتی که باید دنبال کازش باشن. دقیقاً. شما باید فاوندیشن رو درست من برای خودم به این اعتقاد دارم که فاوندیشن باید درست بشه. نمیشه فیک تو میک ایت کرد به نظر. شاید بشه، ولی من حس بهتری نسبت به تو نمیتونی اعتماد به نفس بگیری با فیک کردن. دقیقاً میتونیم اینجوری بگیم. یعنی موافقم باش که میگه که اعتماد به نفس نمیگیری، من نمیگیرم. میگفتش که اینایی که میان پیش من در حقیقت میخوان از من نصیحت بگیرن، پیشنهاد بگیرن، معمولاً چیزی که کم دارن، همونطور که اولش هم گفتیم، کامفورت، یعنی راحت بودن هست، و همچنین authority، کلمه‌ای که خیلی بهش اشاره کرد، authority، که من فکر کنم معادل خیلی خوبش تو فارسی میشه اقتدار، مثلا بخوایم بگیم که راجع به authority که داشته باید میگم قدرت authority خیلی بالاست، یعنی اقتدار داشتن، که اونم باز اعتقادش فیک نمیشه کرد. میگفت که خیلی ابعاد زیادی از شخصیتمون توی 8-9 سالگی شکل میگیره، اینکه چجوری دوست پیدا میکردیم، چجوری دوستامون رو نگه میداشتیم و مادر پدرمون مثلا کی بهمون تشویقمون میکردن و اینا، نه اینکه غیر قابل تغییر باشه. الانم میگم کلی مثلا من کلاینت دارم که زندگیشون از این رو به اون رو شده بعد از تمرینایی که مثلا من بهشون دادم، ولی خب یه بخش مهمیش برمیگرده به بچگی. و اینکه مثلا اگه یه کسی توی بچگیش موقعی که خیلی ناز مامانشو میکشیده، یا حالا اون واژه شیستری استفاده میکنه، ولی اگه این مدلی توجه مامانشو میگرفته یا محبت مامانشو میگرفته، جوابم میداده اون موقع مثلا، بچه بزرگسالی فکر میکنه که خب اوکی الان بعد رو رئیسم مثلا اینو پیاده کنم، بعد مثلا ناز لیلی به لالای رئیسم بذارم. من میگم یه ارتباط خیلی قطعی بین دیسیپلین و کانفیدنس هست. اونم چرا؟ به خاطر اینکه توی هر جمعی همه خیلی راحت میتونن تشخیص بدن که کی آدم دیسیپلیندیه و اون دیسیپلین بودن منجر به اعتماد به نفس میشه، منجر به کامفتبل بودن میشه و توی هر مذاکره، توی هر کانورسیشنی، توی هر جمعی اون کسی که از همه کانفیدنس تر و کامفتبل تره میبره، یعنی برنده قضیه اونه. آره، که من به نظرم خیلی جالبه که یه بار ما واقعا این کارو بکنیم. وقتی توی یه مثلا جمعی هستیم، خودمون دوتا یا با چند تا از دوستامون که هستیم، مثلا ببینیم آیا واقعا یه آدمو انتخاب کنیم. میگفت کمتر از چند ثانیه شما میفهمید همتون با هم موافقین که کی از همه کانفیدنت تر هست. یک بچه اشتراکی که همه آدم‌های موفق با هم دیگه دارن اینه که به طور کلی دیده مثبتی نسبت به آینده دارن. میگن اوکی میشه. آدمای نقنقو و بدبینی نیستن و خب اینا احتمالاً به بچگیشون برمیگرده. و دوباره یک بچه اشتراک دیگه‌ای که با هم دیگه دارن اینه که دوپامین مپشون رو اگه نگاه بکنی، دوپامین مپ چیه؟ این که ببینی که سورس دوپامینشون توی زندگی چیه. اگر که الکل 50% یا بیشترش اگر الکل، دراگ، پورن یا چیزای این سبکیه، احتمال اینکه آدم موفق باشه خیلی کمه. و اگه دوپامین سورسش چیز خوبی باشه، چیزای خوبی باشه، قطعا آدم موفق تری میشه. آره، اینو میگفت جزوش نکته مشترکیه بین آدم‌های موفقه. و خب میگه بادی لنگویج خیلی میتونه به ما کمک بکنه مثلا که روی مردم تاثیر بذاریم از این صحبت‌ها. ولی میگفت بیشترش خب یه موقعی هم آدم‌ها میتونن
فیکش بکنن دیگه، یاد بگیرن که مثلا من چجوری رفتار بکنم که رو شما تاثیر بذارن. بلینک کردن یا پلک زدن میگفت تنها چیزی که حتی نمیشه اداش هم در آورد. و میگفت کسایی که خیلی وقتی مثلا شما داری یه چیزی رو به یکی میفروشی، یه سخنرانی داری، اگه میبینی مخاطب داره خیلی پلک میزنه، این معنیش اینه که خیلی اینترستد نیست. ولی اگر که فوکس تر باشه، تمرکزش بیشتر باشه، معمولا تعداد پلکاش میاد پایین. که وقتی به 0 میرسه این و طرف زل میزنه، که میگفت معمولا آدمای روانی این کارو میکنن که هیچ گونه پلکی نمیزنن و به تومشون خیره میشن، که اینا دقیقاً سایکوپت هست. این تنها میگفت چیز بادی لنگویج، منظورم از اینه که تنها چیزی که تو سعی هم بکنی نمیتونی، خیلی ناخودآگاه ما پلک میزنی. استرابم هست، هرچی پلک بیشتر بزنی یعنی استراب بیشتر. و اینکه میگه اگر که بخوای حالا توی بیزنس یا خیلی کارهای دیگه تارگت تو بشناسی، آدینس تو بشناسی که با کی طرفی. آدما رو به 6 دسته تقسیم کرده بود که با هر کدوم از این 6 دسته بعد از راه خودشون وارد بشی. یعنی در واقع اون چیزی که تشنشن و بهشون بدی تا بتونی جوابی که میخوای بگیری. و اون 6 تا الان میگم what kinds of things do they need socially. از نظر اجتماعی دقیقاً تشنه چی هستن. بعضیا برای این اساس significance, acceptance, approval, intelligence, pity, strength and power. significance اهمیت، طرف دوست داره هی بهش بگی تو آدم مهمی هستی. تاثیرگذاری دقیقاً. acceptance پذیرفته بشه، که اونایی که اکسپت دنبال اکسپتنس همش از وی استفاده میکنن. ما این کارو کردیم، ما اون کارو. همه داستاناشون هم اینجوری شروع میکنن که ما رفتیم فلان جا، بعد ما فلان کردیم. دقیقاً. approval کسایی که دنبال تایید دیگرانن، که میگفت اینا مثلا اینجوریان که آره من یه مثلا سخنرانی دارم قراره گم بزنم، هی اینو میگن که تو بگی که نه مثلا تو که میترکونی فلان. اینتلیجنس کسایی که میخوان رو نبوغشون خیلی تمرکز بکنی و بگی تو آدم باهوشی هستی، آره مثلا تو دکتراتو تو فلان دانشگاه گرفتی فلان. پیتی که میگفت سخت ترین گروه هستن برای اینکه بتونی باشون ارتباط برقرار بکنی، به هیچ صراطی تقریبا مستقیم نیست. کسایی که بعد بگی من میفهمم تو زجر کشیدی، که میگم مثلا بعد بهش بگی آره من ترجمه میکنم این همه تو بدبختی کشیدی، هنوز رو پای، هنوز تونستی انقدر جلو بری، این کارو بکنی میتونی وارد بشی. و استرنگث اند پاور به نظرم خیلی نزدیک به سیگنیفیکنس، ولی تفاوتش اینه کسایی که دنبال این هستن نه اینکه میخوان ببینن آیا کنترل روی آدما دارن. خیلی متفاوته. سوالی که از خودشون میپرسن اینه do I have control over people. نه از نظر کلمات انگلیسیش نزدیکه، ولی از نظر مفهوم آره خیلی متفاوته. که تو اگر بتونی اون آدمی که داری بهش حالا یه چیزی رو میفروشی، یه کاری باهاش داری، از این در وارد بشی، تقریبا دیگه طرف حتما به حرف تو گوش میده. چون تغذیه کردیش. این 5 دسته به جز پیتی من حتی میتونم یه سری جمله خیلی مشخص بگم که آقا اینو به اینا بگیمشون تاثیر میذاره. تمام. یعنی اون گروه پیتی اصلا سخت‌تره. و اینکه گفت هممون دراگ ادیکت هستیم تا یه حدی، یعنی همه ما کمابیش. آره بر هر کسی فکر کنم این خودش کدوم دسته است. آره سخته. من خیلی برام تشخیصش سخته که ببینم دقیقاً کی. هر کسی هر کدومش ممکنه یه لولیشو داشته باشه. اونی که اصلا بولدتره دیگه. آره بعد فکر کرد بهش. ولی اگر که خودت هم بفهمی به نظرم جالبه، چون اون وقت یه موقع‌هایی اگر که خودت بدونی دقیقاً ما چه خودتو میگیری اصلا. چه خودتو میگیری. و اگر یه جای الکی داری تحت تاثیر قرار میگیری، میدونی که آقا من اینجا واسه این دارم قبول میکنم مثلا یه چیزی رو، چون اون آدم داره این نیاز منو تغذیه میکنه، وگرنه به اون موضوع واقعا احتیاجی نه. به هر حال گفت هممون دراگ ادیکت هستیم. و یه نکته دیگه‌ای که خیلی مهم و جالب بود به نظر من که گفت و خیلی آدما ناخودآگاه این کارو میکنن، غریزی این کارو در واقع میکنن. شاید هم از بچگی مثلا جواب گرفتن دیگه، تثبیت شده تو ذهنشون. این که میگفت آدمایی این که using statements instead of questions، یعنی به جای اینکه از طرف سوال بپرسی خیلی sincere، خیلی خالصانه و منتظر جواب باشی، یک فکت اعلام میکنی راجبش یا کلا یه فکت اعلام میکنی. و میگفت 90% شاید بیشتر گفت 0.1% نمیکنه همچین چیزی بود. طرف میپذیره اون استیتمنت رو و اطلاعات بیشتر بهت میده و تو هر چقدر استیتمنت بیشتری بدی بیشتر بهت اطلاعات میده. و چطوری مثلا این که به جای اینکه برگردی به طرف بگی که تو آدم اوپنی هستی، آدمی هستی که راحت سفره دلتو باز میکنی یا نه، برگردی بهش بگی که تو چی شد که مثلا اینقدر آدمی شدی که راحت سفره دلتو باز میکنی، اتفاقی افتاد یا رو خودت کار کردی. اون لحظه آدم‌ها اصولاً فکر میکنم به این که آیا من واقعا اینجوری هستم یا نه. شروع میکنم فقط توضیح میدم واسه که چجوری شد که اینطوری شد. و نکته که خیلی مهمه اینه که میگم ما این کارا رو برای گرفتن اطلاعات سری توی ارتش، توی زندانا استفاده میکنیم و اینکه حالا تو مثلا روی دوستات این
روش رو پیاده کنی. آره چون مثلا میگفتش که مثال زد واسه اینکه بفهمیم دقیقاً چیه. میگم مثلا اینه که تو این سوپرمارکت های بزرگ کار میکنن، مثلا من اگه به تو بگم که برو از این خانم یا این آقا بپرس که حقوقش ماهیانه چقدره بدون اینکه ازش سوالی بپرسی، چون آدم وقتی ازشون سوال میپرسی گفتش که سکیوریتی الارم توی مغز روشن میشه. مثلا تو اگه کسی پرسی که میبینیم میپرسن آدم‌ها دیگه مثلا حقوق چقدره، کجا زندگی میکنی فلان، آدم گارد میگیره، ولی شما با استیتمنت طرف گارد نمیگیره. میگم مثلا میری توی همین سوپرمارکت بغل آدم رد میشی، مثلا میگی که بخش شکرها کجاست، یه باز میشه کانورسیشن، بعد اینجوری هستی که آره من شنیدم که این من گفت خیلی هم این آمار اعلام کردن، یعنی تو اخبار شنیدم یه مثلا همچین چیزی که حقوق این بخش آدمایی که تو این بخش کار میکنن مثلا 20 میلیون رفته بالا. بعد اون آدم خیلی ناخودآگاه رو برمی‌داره که 20 میلیون ما مثلا اینقدر بیشتر حقوقمون نرفته بالا، و یهو می‌بینی اصلا سفره دلشو باز میکنه خیلی خیلی بیشتر از اون چیزی که تو دنبالش بودی بهت اینفورمیشن میده. که خب میگفت این مثاله. معمولا قضیه اینه که the more sensitive the information is the less questions you need to be asking. واسه سوالای واسه قضیه‌های خیلی پیچیده تر معمولا میگفت و استفاده میکنن آدم‌ها تو زندگی روزمره استفاده میکنن، ولی خب به نظر من جالب نیست. آره اصلا همه باید الرت باشن نسبت به این قضیه که تغذیه نکنن در واقع. اصلا میگفت من الان اومدم تو پادکست تو به استیون بارتلت میگم مثلا اگر احساس uncomfortable بودم بکنم، احساس ترس بکنم، میتونم خیلی راحت شروع پادکست رو اینجوری بکنم که مثلا من خیلی به پادکست‌های مختلف دعوت شدم، همشون خیلی آدمایی که گارد دارن نسبت به مهمون. تو چجوری تونستی اینقدر احساس راحتی تو مهمونات ایجاد کنی؟ بعد میگفت تو ناخودآگاه سرتو تکون میدی و از اونجا به بعد همه هدفت این میشه که من احساس راحتی بکنم و واسه من این پادکست خیلی سافت و راحت میگفت دیگه I'm not changing your ideas, I'm changing your identity. و این همون استیتمنت لیبل چسبوندن به آدماست که مثلا تو اینجوری. آدما خیلی مثل که سریع گفت خیلی درصد کمی برمیگردم میگن نه من اینجوری نیستم. مثلا تو چرا داری این تعریف الکی هم من میکنی؟ آگاه باید باشی، واقعا باید حواست باشه. نمیگم که همه عمدن این کار میکنن یا نیت‌های شیطانی دارن، ولی خب به هر حال اصلا تو بگو نیت خیری دارن، اجتماعی و ممکن رو اصلا نیت خیری دارن. من به نظرم این که آدم حتی خودش راجع به خودش یه نظری بده خیلی سخت میکنه، چارچوبو محدود میکنه. چه برسیم که یکی دیگه ممکنه نیتشون هم واقعا خیر باشه ولی سخته. خیلی باید مواظب بود به نظرم. خیلی. و اینکه راجع به ناولتی هم صحبت کرد. ناولتی هم به نظر من نکته مهمی بود که اشاره کرد، نو بودن. اینکه میگفت همون مغز بدوی ما در حقیقت میگفت مثلا از کنار یه بوته رد میشده هر روز آدمه، این بوته بعد از این مدت دیگه شما نمیبینید چیزایی که تکراریه، یهو یه اتفاق متفاوت که میفته توجه شما رو جلب میکنه. و میگفت خب این ناولتی که توی ادورتایزمنت هم خیلی ازش استفاده میشه، یه چیز جدید که برگردیم نگاش بکنیم خیلی میتونه کمک کننده باشه واسه اینکه شما توجه انسان رو به خودتون بگیرید. و میگم مثلا اینا که زنگ میزنن بهمون میخوان چیزی بفروشن، دیدین اولش یه کانورسیشن دارم مثلا سلام یه چیزی خیلی مشابه میگن و ماها همه تو 3 ثانیه اول قطع میکنیم، مثلا گوش نمیدیم. میگم یه استراتژی جالبی که یکیشون پیاده کرده بود این بود که وقتی زنگ میزنن الکی تظاهر میکنن که مثلا تو گوشی رو برداشتی که سگم خورد به لیوانم و چای ریخته مثلا روی لپتاپم، ببخشید چای ریخته رو لپتاپم، یه لحظه به من فرصت بدید. تقریبا همه وای میسن، هیچکی قد مثلا میگه نه راحت باش، وقت خودتو مثلا take your time. و بعدش ناخودآگاه میگفت یه رابطه‌ای شکل گرفته، از اون حالت اتوماتیک خارج شده، تو حرف زدی راجع به سگش شنیدی فلان و این که طرف گوش میده. الان کلا healthy lifestyle خیلی مهم شده با اینا، به طرف مثلا این حسو میده که آیدنتیتی اینه که آدم سالمزی هستی و بعد یهو میبینی تو داری یک عالمه محصولات به درد نخوری که هیچ کمکی به سلامت و مثلا لایف استایل سالمت بکنم نمیکنه و تو احساس نیاز میکنی که بعد همه اونا رو بخری. و اینکه ناخودآگاه این چیزایی که ما تو سوشال میدیا میبینیم، این آقا میگفتش که باعث میشه اولا تو خودت با دیگران هی مقایسه میکنی و بعد به احساس ناکافی بودن میدن و بعد به با این باور رو میدن که خیلیای دیگه هم مثل تو این مشکل رو دارن، یعنی احساس میکنی یه بخشی از یه گروه هستی و بعد میان بهت یه محصولی رو میفروشن. همیشه آپشن not interested تو اینستاگرام هست، دقیقاً میتونی ازش استفاده کنی و تبدیل بشه به محیط خیلی سالم. اینم از این. همین دیگه، چیز دیگه‌ای هم من ندارم که بخوام اضافه بکنم. همین، مثل همیشه من لینک پادکست اصلی رو این پایین میذارم براتون، میتونید برید پادکست اصلی رو گوش بدید چون خیلی جزئیاتش خیلی زیاده جزئیاتش. آره دقیقاً. همین، فعلا خدا نگهدار.